شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. گروهی از محبوسان توجیک از یک زندان در شهر مدین ولایت کالوگای روسیه بر رادیو آزادی گفتند که 150 زاده تاجیکستان را برای شرکت در جنگ ضد اوکراین مجبوری ثبت نام کردند. در سفارت تاجیکستان در مسکو تصدیق کردند که از یک محبوس به این مضمون نامه گرفتند. جلب محبوسان توجیک به جنگ اوکراین زیاده از 1 سال است ادامه دارد و تا کنون مرگ بیش از 20 تن آنها نیز رسانه‌ای شده است. همکار میرزانبی خالقزاد در این باره تفصیلات بیشتر دارد و حالا با ما در استودیو است. خب پیشتر گروه واگنر محبوسان را به جنگ جلب میکرد، ولی حالا این گروه که در بلاروس جایگیر است، پس کی و کی مهاجران را برای رفتن به جنگ مجبور و نامنویس کرده است؟ سلام بینندگان عزیز. بله شلا محبوسان تاجیک به دلیل امنیتی نخواستند نامشان را ذکر کنند. گفتند که برعکس سال گذشته آنها را کارمندان وزارت دفاع روسیه ثبت نام کردند. این کار به گفته آنها روز 11 آگوست همین سال گذشته است. سال قبل دهها محبوسان تاجیک را از زندانهای روسیه شرکت مزدوری واگنر به جنگ جلب کرده بود. محبوسان تاجیک از زندان شهر مدین نقل کردند که 28 آگوست سال گذشته بیش از 100 محبوس تاجیک را از همینجا به جنگ برده بودند و خبر مرگشان رسیده است. محبوسان تاجیک میگویند احتمال تا آخر ماه آنها را به جنگ برند و از این رو از مقامات تاجیکستان میخواهند پیش راه را بگیرند. جلب مهاجران و محبوسان تاجیک از جانب روسیه در جنگ ضد اوکراین از تابستان سال گذشته آغاز شد. آن زمان رسانه‌ها خبر داده بودند که ارتش روسیه در جنگ کشته زیاد داده است و با جلب محبوسان میخواهند کمبود نیرو را جبران کنند. ظاهرا هنوز معرکه جلب زندانیان به جنگ ادامه دارد. مقصود قربانوف، یک مهاجر 28 ساله تاجیک که نو از زندان رها شده است، گفت تقریبا 1 سال در بازداشتگاه شهر نگینسک بود و ماه ایون بیگناهیش ثبت شد و آزاد گردیده است، ولی بعداً فشار آوردند که به سندهای رفتن به جنگ امضا کند. این مهاجر میگوید همسر روسش که در گذشته کارمند پلیس بود به کمکش شتافته است و مانع رفتنش به جنگ شده است. یعنی تقریبا در همه شهرهای روسیه جلب مجبوری محبوسان به جنگ به نظر میرسد. آیا سفارت و مقامات توجیک از این کار خبر دارند و امور دقیقی از تعداد محبوسانی که به جنگ جلب شدند سفربر شدند موجود هست؟ ببینید، روز 17 آگوست در سفارت تاجیکستان در مسکو به رادیو آزادی تصدیق کردند که از یک تاجیک زندانی در محبس کالوگا درباره احتمال سفربر شدن به جنگ شکایت گرفتند. در سفارت گفتند که کارمندان مسئول موضوع را پیگیری دارند. آمار دقیق محبوسان تاجیک در زندانهای روسیه معلوم نیست و 2 سال پیش مقامات تاجیک گفتند که بیش از 10,000 تاجیک در بازداشتگاه و زندانهای روسیه قرار دارند. حالا آمار دقیق وجود ندارد که چی تعداد از محبوسان تاجیک را به جنگ اوکراین بردند. و رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان روز 12 آگوست در نشست مطبوعاتی گفت درباره به جنگ سفربر شدن تقریبا 100 مهاجر تاجیک به جنگ اوکراین خبر گرفتند. این اصل است. سپاس برای صحبتی فراوان.